و ما یغنیک تشیید المبانی اذا بالجهل نفسک قد هدمت. بعد مصنف رحمت الله علیه گفتن که و ما یغنیک تشیید المبانی اذا بالجهل نفسک قد هدمت. تو را این بناهای بلند آشیانه، خانه های زیبا و این عمارت هایی که می پوشی تو را بی حاجت نمی کند وقتی که خودت را با نادانیت ویران کردی. این معنای شعر ترغیب به آموختن علم و تحذیر از عمارت و خانه سازی می کند. در صحیح بخاری هم آمده است که خباب ابن عرد میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان المسلم لا یؤجر فی کل شیء ينفقه الا فی شیء یجعله فی هذا التراب. مسلمان به هر یک کاری که میکند ثواب میگیرد، به هر یک خیر و سخاوتی که میکند ثواب میگیرد، غیر آن مالی که داخل دیوال میکند. داخل این خاک میکند به معنای داخل دیوال میکند. و در لفظ ترمذی و ابن ماجه هم آمده است که بنده به هر یک نفقه‌ای که میکند، حتی طعامی که فرزندتان میخورد، طعامی که همسرتان میخورد، حتی اگر از مالکیت شما دزدیده خوردم برای شما ثواب است، الا فی التراب او قال فی البناء، غیر آن پولی که داخل این خاک میکنی یا داخل دیوار میکنی. گفتم یعنی پولی که برای عمارت صرف میکنی ثواب نمیگیری. گفتم بنابراین در مسئله همین حدیث یک شخص 2 مجلد کتاب نوشته است و واقعا آن آدم هایی که ما دیدیم عمر خود را صرف کرده، مثلا خواه طلب علم کردن، خواه مسافرت کرده، مال جمع کردن، تجارت کردن، بالاخره به یک مرتبه رسیدن که خانه های قصر پوشیدن. خانه را پوشیده نپوشیده، خانه تیار شده ناشده، روی به گریز آوردن از وطن و امروز اون خانه ها مبدل به خرابه ها شده است. و ببینید چقدر پول صرف شد به اون خانه ها. انسان در یک خانه گاه ها میخورد، میشیند، درس میخواند، خواب میکند، مهمان قبول میکند لیکن وقتی که به عمارت سازی اگر شروع کند، اینش برای فلانی، اینش برای مهمان خانه، اینش برای فلانی، یک دنیا عمارت میسازد با آن خانه هایی که حاجت ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز از نزد یک گروه مردم گذشتن که خانه درست میکردن. و خانه هم از چی بود؟ خانه عبارت از شاخی درخت خرما بود. دیوالهایش از شاخهای درخت خرما بود و پایه هایش ستونهایش از درخت خرما بود. گفتن که شما چی کار میکنید؟ گفتن که یا رسول الله، همین خانه ویران شده است، همین رو ما اصلاح میکنیم، درست میکنیم. گفتن که قیامت از این دیده نزدیکتر است. یعنی پیش از اون که شما این خانه را درست میکنید قیامت میشود. گفتن یعنی معنای اون که حیات دنیا بسیار کم است. مقصد همین که